دوستان سلام، شب و روزتون بخیر. هر جای دنیا که هستین امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. امروز میخوایم ببینیم که شخص عاطفی شما با اینکه دلش میخواد قدمی برداره سمت شما و اقدامی بکنه اما نمیتونه. میخوایم ببینیم چرا نمیتونه. برای این کار از کارت های تاروت استفاده میکنم و کارت های فرشتگان. این کارت ها رو تازه گرفتم دوستان، ببینید چقدر زیبان، کیفیتشون رو ببینید، عکس ها رو ببینید، یک از یک قشنگتر، فوق‌العاده است. خب اول از تاروت کمک میگیرم و بعد از اون برای جزئیات بیشتر از کارت فرشتگان کمک خواهیم گرفت. دوستان خواهش میکنم اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و دنبال کنید کانال رو. ممنونم. نیت کنید و انرژی هاتون رو برای من بفرستید. چکم بکنم ببینم کارت ها اوکی. خب دوستان، شخص عاطفی شما در حال حاضر توی یک جنگی هست با خودش، یک جنگی بین رفتن یا نرفتن، پا پیش گذاشتن یا نگذاشتن، اقدام کردن یا نکردن. توی یک حال و هوای گیجی به سر میبره. گیجه، معلقه، نمیدونه باید چی کار کنه. با وجود اینکه شما رو دوست داره و ستاره زندگیش هستین و تنها ستاره و تک ستاره قلبش هستین، باز هم گیج و ویجه و تمام برنامه هایی که در طی روز حالا برای خودش میچینه خیلی به شما فکر میکنه. این کارو بکنم، اون کارو بکنم. وقتی که فکراش آخر شب دیگه همه چی رو به سرانجام میرسونه، همه چی اوکی تموم میشه، آره این کارو میکنم، اینجوری و تموم میشه، اقدام میکنم و به نتیجه میرسه. یک سقوطی درش به وجود میاد و این تمام افکار و نقشه هایی که چیده به نظرش بیهوده میاد و یک میزنه زیر تمام اون افکاری که داشته و تخیلاتی و چیزایی که پیش خودش بافته. همه به نظرش یکهو بیهوده میاد و فکر میکنه که اصلا نمیتونه به اونجا برسه. اینا فقط توی فکر راحته، توی تخیل. توی خانواده‌اش دوستان کسی یا کسانی رو بهش معرفی میکنن. شما کاتیتون به نظر میاد یک کمی مثلا بیشتر از سال یک ماه 2 ماهه، یک کمی گذشته ازش. با این وجود بسیار به شما فکر میکنه، اما دیگه خانوادهش یا حالا دوست نزدیکی که اگر داشته باشه که خیلی دیگه بهش نزدیک باشه، یعنی این اجازه رو اون دوست به خودش بده که بیاد کسی رو بهش معرفی بکنه، دیگه اونا فکر میکنن که واقعا کسی دیگه تو زندگیش نیست. اگر از شما با کسی صحبت نکرده بوده که هیچی، اصلا نمیدونم که کسی تو زندگیش بوده و الان همچنان همون شخص رو دوست داره. اگر از شما برای کسی یا کسانی صحبت کرده بوده، الان دیگه بعد از گذشته این زمان، چون دیگه الان از شما با کسی صحبت نمیکنه، دیگه فکر میکنن که تمام شده و دیگه الان میتونن گزینه، چون دیگه خبر اصلا نداشتن از شما، از حضور شما.
یا اینکه بعد از جدایی شما دیگه ایشون در مورد شما با کسی صحبت نکرده و اینا فکر میکنن که شما دیگه رفتین کاملا از زندگیش، ولی اینطور نیست. کارتا به قدری زیبا بود که اصلا حیف شد. خب گفتیم ایشون توی یک نبردی با خودش هست که بین اینکه شما رو فراموش کنه یا نکنه مردده و در یک جنگی با خودش هست و هیچ کدوم طرف از طرفهای این جنگ خیال پیروزی یا خیال باختن نداره. یعنی نه میتونه شما رو فراموش کنه، نه تواناییشو داره، همتشو داره که بخواد به سمت شما قدمی برداره. ببینید ایشون شما رو یک فردی میبینه که هم وفادار هستید، انسان پاکی هستید، انسان خوشنیتی هستید و جوری که من میبینم شما کسی بودین که ایشون رو خیلی باور داشتید، به ایشون باور داشتید و حرفهاشو، توصیه‌هاشو بدون اینکه حتی خودتون فکر بکنید چشم و گوش بسته قبول میکردید و ایشون اینا رو میدونه. ببینید دوستان، من چیزی که دارم دریافت میکنم ایشون از طرف شما مطمئنه، از عشق شما، از اینکه با هر شرایطی باشه شما سازگاری خواهید داشت، ولی از خودش مطمئن نیست و ایشون یه مقدار دهنبین هم هست. یعنی چطور؟ یعنی داره با خودش میگه که اگر ما حالا ازدواجم کردیم، اگه مردم اینو گفتن چی؟ اگه اونو گفتن چی؟ خب بگن عزیز من، با شما رو خودت کار بکن. ای بابا، انقدر از شما مطمئنه که میدونه، انقدر ببینید از اصالت شما مطمئنه که میدونه حرف هیچ کس روی شما تأثیری نداره و شما کسی نیستید که اون درخت عشقتون انقدر ریشه داره و از این بیدایی نیست که با این بادها بخواد بلرزه ولی از خودش مطمئن نیست، چون ایشون دهنبینه و تحت تأثیر حرفهای بقیه میتونه قرار بگیره و این خصوصیت اخلاقی خودش رو خودش خوب میشناسه. خب شما رو دوست داره ولی قدم جلو نمیذاره. یکی از دلایلش همین بود که مردم چی میگن. اگر مردم صحبتی کردن و تأثیر روی زندگی ما گذاشتن، آیا این عشق، ستاره زندگیش، آیا تاب تحمل این صحبت‌ها و رفتارهای دیگران رو خواهد داشت یا نه؟ خب ببینید ایشون خب شما رو که فوق‌العاده دوست داره، اینکه هر شب داره به شما فکر میکنه، شکی درش نیست. ایشون در مورد شما فکر میکنه که شما خیلی انسان متعادلی بودید و از نظر روحی شخص سالمی بودید. تو این آشفته بازاری که الان وجود داره بین انسانهای این دوره و زمانه که هر کدوم به یک شکلی از یک بیماری، از یک ناراحتی روحی، خیلی از مردم، حالا همه نه، رنج میبرن و مشکلاتی دارن. از نظر ایشون شما انسان سالمی میاید، از این نظر که منیت در شما وجود نداره، انسان منعطف هستین، اون انسان متعادلی هستین و انرژیتون مثبته و کسی هستید که میتونید ایشون رو، سطح ایشون رو بالا بکشید. ببینید من چیزی که میبینم شما از نظر اجتماعی از ایشون بالاتر هستید، لولتون بالاتر. حالا
یا هر دو از یک شهر هستید، اما شما در اون شهر از نظر اجتماعی مشهورترید، حالا خودتون، پدر یا مادرتون خوشنامید، مشهورید، لولتون بالاست و ایشون یک حالت معمولی داره. یا اینکه شما از دو شهر و یا حتی دو کشور هستید. شما یه جوری هستید که حالا شهر یا کشور شما یا محله شما حتی یا هم‌صنف‌های شما، مثلا خانواده‌تون، جوری هستید که مثلا اگر شما روزی با این آقا ازدواج بکنید، مردم میگن شما کجا؟ اینا کجا؟ چجوری با اینا وصلت کردی؟ چجوری به اینا دختر دادی؟ یا چجوری از اینا دختر گرفتین؟ بهتر از این نبود؟ ایشون از اون یکی خانواده هست که لولش یه مقدار پایین تره، یا اگر از شهر دیگه یا حتی از کشور دیگه هستن، اینا شهر یا کشور خیلی چطور بگم، حرف درباره‌شون خیلی زیاده. هیچی نمیخوام من بگم الان، هیچی در مورد هیچ شهری، اما یه سری خصوصیاتی مثلا در مورد اون شهر هست که خیلی حالا یا متناسب با شما نیست یا برازنده شما نیست، یا از نظر دینی، مذهبی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی خیلی با شما سازگار نیست. یک کمی این ازدواج میتونه تعجب دیگران رو بربیانگیزه و ایشون به این داره فکر میکنه، برای همین سقوط میکنه افکارش. یعنی اینقدر برنامه میریزه، این کارو کنم، اون کارو کنم، اینجوری برم جلو، اینو بگم، اونو بخرم بهش بدم، اون سورپرایز بکنم، ولی در نهایت با این افکار افکارشون سقوط میکنه. خب ببینید ایشون داره در مورد شما فکر میکنه که نمیخواد شما رو از دست بده. ببینید از نظر مالی و کاری و حالا یا روحی، حالا ممکنه ایشون خانم باشه، حالا خیلی روی مالی و کاری ما فوکوس نکنیم، از نظر روحی شاید حاضر نیست، از نظر گفتم از نظری که دهن بینه حاضر نیست، خاطر جمع نیست، الان شرایط ورود دوباره به رابطه رو نداره، دلش میخواد ولی نمیتونه، اما از طرفی داره فکر میکنه که نکنه شما رو از دست بده. ببینید جدای شما اولش که خیلی خیالش راحت بود، خیلی خیالش راحت بود که شما هیچ جا نمیرید، شما منتظرش هستید، ولی الان داره، ببینم دوستان داره، آره خدا رو شکر داره ضبط میکنه. وای اگه بدونید من چقدر سری قبل صحبت کردم. ایشون الان گفتم داره وارد یک دوره‌ای میشه که دیگه داره ترساش آغاز میشه، نکنه ازدواج کنه، نکنه بیخیالم بشه، نکنه فکر کنه من دیگه بهش فکر نمی کنم، نکنه فکر کنه من بیخیالش شدم، چیکار کنم؟ نمیخواد شما رو از دست بده. ببینید شما رو ببینید اول که آره عاشقتون هست، دوستتون داره، ولی شما رو هم یک شخصیتی میبینه که باعث میشه لول شما بیاد، لول ایشون بیاد بالا. یعنی فکر کنید مثلا ایشون لولش 10، شما لولتون 6. خب اون شخص که نمیتونه با یه لول 6 زندگی کنه، مجبور میشه یه کاری کنه که شما هم لولت بیاد بالا و شما از این بابت خوشحالید، خوشتون میاد که یکی بعدش بیاد. شما رو تبدیل به کسی میکنه، البته نه که حالا بگم تبدیل به کسی، دوستتون داره، همین چیزی که هستین رو دوست داره، ولی ناخودآگاه حتی میتونه توی زندگی مثلا اینجوری باشه که ناخودآگاه مثلا مجبور بشه یه کارایی رو انجام بده، مثلا تو خونه مثلا بهش میگه که من دوست دارم اینجوری مثلا بشینی، اشکال نداره، اینطوری بهتره. خب بعد میبینی خب بهترم از چه اشکالی داره، بعضی چیزا رو اصلا نمیدونه، نه اینکه نخواد انجام بده، یاد نگرفته اصلا
و میدونه که شما بهش یاد میدید و بابت این موضوع خوشحال و استقبال میکنه. چیز نداره، اون خوی منم یا هر چی که من بگم درسته نداره، خوشبختانه. و فکر میکنه که چقدر عالی که اگر با شما ازدواج بکنه، از خیلی جهات، فقط اجتماعی نیست، شاید یک کمی هم به وضعیت مالی هم داره فکر میکنه. شما از هر نظر دوستان از ایشون سرین و این فکر به جونش افتاده که نکنه اون کسی که میخواد لول منو بیاره بالا و یک شخصیت قوی، یک شخصیت با خانواده ریشه دار و به بی‌عیب و نقص شما رو واقعا کامل میبینه، نکنه این شخصیت رو از دست بدم. دقیقا دیگه الان نمیدونه که چجوریه جریان. قبلا مطمئن بود ولی الان داره نگرانیش شروع میشه، چون فکر میکنم بیش از 1 ماه مثلا شاید گذشته باشه از کاتی شما، یا حتی اگر تازه هم کات کردین، مثلا 1-2 هفته از کات کردین، باز هم این ترس الان به جونش داره میفته، داره شروع میشه که به این مسئله فکر بکنه. خب گفتم که کسان دیگری رو بهش معرفی میکنن، کسان دیگری رو بهش معرفی میکنن و بهش میگن که ازش میخوان که در مورد اون کیس ها هم فکر کنه. و این معرفی کردن ها باعث میشه که ایشون خودش رو یه خورده بادی به قبقب بندازه و بگه خب من کسای دیگه هم هستن، هرچند که شما رو خیلی دوست داره و نمیخواد شما رو از دست بده، ولی این فکرم به سراغش میاد ببینم حالا بقیه‌شون هم شاید، حالا من که بقیه رو ندیدم، بقیه رو هم یه چکی بکنم، چی میگن، یک بازدیدی بکنم ببینم شاید حالا اونا بهتر، حتی از این بهتر باشن. این فکرم به سراغش میاد. و یک شخصی توی خانوادهشون هست که سن و سال داره، میتونه آقا باشه میتونه خانم باشه، ولی کسی که خیلی انسان آرومیه، خیلی اهل مناجات، آدمی که کاری به کسی نداره. اگر همچین شخصیتی هست توی بین دوستان یا فامیلشون یا حتی خانوادهش، ایشون داره بهش راهنمایی میده و بهش میگه که در پی حرف قلبت برو. ظاهرا این شخص خودش شکست عشقی خورده بوده و الان پشیمونه که چرا کاری نکرده اون زمان جوانی‌هاش، و الان داره به شخص عاطفی شما میگه که دنبالش برو، دنبال کسی که واقعا دوست داری برو و بیخیالش نشو. دختر زیاده، پسر زیاده، ولی کسی که تو رو از نظر روحی در کنارش آرامش داشته باشی، باهاش راحت باشی و شخصیتی باشه که شخصیت با اصالت ریشه دار و خودخواه نباشه، منم نکنه، سازگار باشه، منعطف باشه، پیدا نمیتونی بکنی. این شخص کسی که از ریک و پوک شخص عاطفی شما خبر داره. من جوری که میبینم شخص عاطفی شما در مورد شما با همه صحبت نکرده، اینجوری من دارم دریافت میکنم. و حالا تک و توک اگر به 1-2 نفر که مورد اعتمادش هستن یا رازدارش هستن، محرم اسرارشن، این شخصی که از اوناست. و این حرف این شخص، سال آقای خانم، باعث میشه که دوباره طرف مقابل شما به فکر فرو بره، دوباره نکات مثبت شما، زیبایی شما، اصالت شما، صبور بودن شما، خوش صحبت بودن شما به یادش میاد. ببینید رنگی که الان توی این کارت هست، ببینید رنگ اصالته، یک رنگ سلطنتی هست و نشان دهنده اینه که شما از یک اصالتی برخوردارید که اگر بشه زیبایی شما رو در کس دیگه ای پیدا کنه، بتونه نمیدونم هیکل زیباتون و تحصیلاتتون و این چیزا رو در کسی دیگه پیدا کنه، اما اصالتتون رو
به سختی بتونه در شخص دیگه‌ای پیدا بکنه. برای همین دوباره به فکر فرو میره و شما رو ملکه زندگی خودش میبینه. ملکه‌ای که میدونید، حتما میدونید دیگه، در انگلستان زمانی که ملکه الیزابت بود، همسر ایشون نام همسر داشت، یعنی پادشاه نبود. ایشون هم اینطوری داره به شما نگاه میکنه، شما ملکه هستید و ایشون قرار همسر ملکه بشه. متوجهید؟ یعنی خیلی به این فکر نمیکنه که شما رو بخواد به یک ملکه تبدیل کنه. حالا آقای خانم فرق نمیکنه، یعنی ایشون میخواد از امکانات شما بهره ببره. متوجهین؟ حالا اگر شما خانم هستین میخواد همسر ملکه بشه، اگر آقا هستین میخواد همسر پادشاه بشه. متوجهین؟ همسر پادشاهی که ملکه نیست، همسر ملکه‌ای که پادشاه نیست. متوجه هستین؟ بیشتر میبینم فکرش روی این موارد هست، از این جهت هم نمیخواد شما رو از دست بده. ببینید حالا من اینم میگم، بعد کلی هم حالا صحبتی خواهیم کرد. به فکر تشکیل خانواده است با شما، به فکر اینه که ببینید داره فکر میکنه که شما کسی هستید که در طوفان‌های زندگی میتونید سکان کشتی رو در دست بگیرید و میتونه با اطمینان سکان کشتی زندگی رو به دست شما بده. اینقدر به شما اعتماد داره، از توانایی شما، قدرت شما، از تجربه شما، از صلابت شما، از کاردانی شما. شما رو به عنوان یک گنجی داره میبینه، یک ظرف، مثل یک ظرف مینیاتوری با ارزش قیمتی، به بهترین شکل داره شما رو میبینه و میخواد از نور وجود شما بهره ببره. اما همونطوری که گفتم، بابت این حرف و بحث ها، حرفایی که ممکنه زده بشه توسط مردم، حتی توسط خانواده های خودتون، میترسه که از طرف خانواده ها ساپورت نشه. مثلا خانواده شما ممکنه هیچ وقت رضایت ندن که شما رو بهشون بدن اگر خانم هستید، یا ایشون رو برای شما بگیرن، به ازدواج در بیارن اگر آقا هستید. من اختلاف میبینم، اختلاف فرهنگی میبینم و اینجوری بهتون بگم. ببینید ایشون، چطور بگم، اونقدر عاشق و شیفته شما نیست که بگه آقا یا این یا هیچکی. عشق ما به همه چی پیروز میشه. نه، نیست اینطوری دوستان. ایشون همه چی رو در نظر داره. شاید هم کارش درست باشه، هم از منطق استفاده میکنه، از عقل استفاده میکنه، قلبش، احساسش میخواد. ببینید اینجا گفتم میخواد یک تعادلی هم ایجاد کنه، تعادلی باشه بین عقل و منطق و عشق و احساس و فکر و همه چی، وضعیت خانوادگی، وضعیت فرهنگی که بینتون هست، حتی وضعیت مالی که متفاوت میبینم بین شما. ایشون هم شما رو دوست داره، هم میخواد یک بهره‌ای هم ببره. میدونید هیچ کدوم به تنهایی نیست، نه اینکه فقط عاشقتونه و به چیزای دیگه فکر میکنه، نه نیست، نه اینکه فقط میخواد بهره ببره از شما و عاشقتون نیست. هر دوی اینا هستن، ولی ایشون با تمام اینی که میخواد قدم پیش بذاره و شما رو دوست داره، منتها گفتم اونقدر عشق قوی نیست و ایشون منتظره که چیزهای دیگه‌ای که باز فکرشو مشغول میکنه،
در اونها هم به نتیجه برسه، در اونها هم یک اطمینان 100% پیدا بکنه تا بتونه اونها رو در کنار عشقش قرار بده و به سمت شما قدم برداره. دوستان اینو من از خودم میگم، حالا چیزایی که دریافت کردم از این کارت ها، از من میشنوید، شما هم به گزینه های دیگه فکر بکنید. یعنی همون جوری که ایشون داره در مورد شما فکر میکنه، شما همونجوری فکر کنید. شما هم فقط عشق رو نبینید، از منظر دیگه ای هم به این رابطه نگاه کنید، چیزهای دیگه رو هم در نظر بگیرید. از من میشنوید، حالا باز دیگه سرای خودتون میدونید، ولی فکر این شخص و گفتم فکرش احساسش این هاست و اینی که چرا آدم پا پیش نمیذاره رو هم گفتم که به خاطر مسائلی هست که هنوز برای خودش 100% اطمینان پیدا نکرده و اون مسئله اختلافاتی که از حرف مردم ایشون رو میترسونه که چی میشه بعدن، چی میشه، نکنه حرف مردم رو زندگی ما تأثیر بذاره. دوستان ممنونم که این انرژی خانی رو با من بودین. مراقب خودتون باشین، خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار.